سلام و به آزادی آنلاین خوش آمدید. امروز درباره بیمه یا سقورته ماشین ها، یکی از بخش های سردرآمد در تاجیکستان صحبت میکنیم. ویدیوی جالبی هم از مهاجران تاجیک داریم که نیم شوخی و نیم جدی میگویند که عزم دارند پیاده به تاجیکستان بروند. پیشتر تنها شرکت های تاجیک سقورته و سقورته اولین ملی حق داشتند که ماشین ها را بیمه کنند و این ساحه در منوپولی آنها بود. شرکت اولی دولتی است و دومی مربوط به فراز، شرکت متعلق به پیوندان رئیس جمهوری تاجیکستان. هفته گذشته پارلمان اجازه داد که شرکت های دیگر نیز به سقورته واسطه های نقلیات مشغول شوند. خواننده با نام احسانکار در سامانه رادیوی آزادی پرسیده است شرکت های نفت تأسیس سقورته نبیره شرکت مفلس شده فراز است یا دیگر. نگرانی کاربر با نام بابا هم از آن است که ممکن است شرکت های سقورته دیگر نیز از آن فراز باشند. محمد مختوم عبدالحی در فیسبوک پیشنهاد کرده است که باید به منوپولیا در بخش‌های دیگر در تاجیکستان نیز خاتمه داده شود. وی گفته است مثلا شرکت‌های هواپیمایی باید به دیگر شرکت‌های خارجی اجازه داده شود که در تاجیکستان فعالیت خود را به راه مانند تا رقابت به وجود بیاید. خواننده که نخواست است نامش را بگوید در سامانه روسی رادیوی آزادی نوشت بار نشنیدم که در تاجیکستان شرکت بیمه اقلا به یگان کس یگان تنگه پرداخته باشد. صدها میلیون را به آفشار و شویتزر برده جای میکنند. مهاجر باور دارد که سقورته در تاجیکستان به ماشین و صاحب ماشین یگان ذره فایده ندارد. وی گفته است در روسیه وقت صدمه شد شرکت سقورته جبران میدهد. در تاجیکستان گاود را میفروشی و ضرر صدمه را خودت جبران میکنی. علی میگوید سالها باز ماشین میراند و همیشه پول بیمه را میپردازد، اما 2 دفعه به صدمه دچار شد و با پول خود ماشینش را درست کرد. وی نوشته است وقتی از دوستان در مسئله بیمه پرسیدم گفتند بهتر است از پیش نشوی چون 130 سامانی میدهند ولی 20 حجت طلب میکنند. امیرجانی امینجانی در صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک نوشته است اگر نرخ سقورته کردن را نبردارند بسیار خوب است. بار اول قانونی را به فایده خلق عادی قبول کردند. آنهایی که میگویند شرکت سقورته حجت بسیار طلب میکند ولی پول نمیدهد دروغ میگویند. ده ها شرح دیگر در این باره در سامانه رادیوی آزادی و صفحه های ما در فیسبوک و اینستاگرام هست. به آنجا روید و نظرتان را هم بگویید که آیا ماشین خود را بیمه کرده اید و بار کار افتاده شده اید و به دادتان رسیدند یا نه. حالا می رویم به دیدن ویدیوهای شما. این ویدیو را یکی از مهاجران تاجیک از ولایت مسکو به رادیوی آزادی فرستاد. ظاهرا در روسیه خسته شدند که شوخی میکنند اگر راهها باز نشوند خودشان پیاده به تاجیکستان می روند. این راه روها را میگن که این نمیشکوین. این ما پیاده را کشیدیم. این حبی این اکه ایزد این اکه جمعه میرین خونه را کشیدیم. میریم خونه رفتیم پیاده میریم نصیب کنم. خیلی همین رفته چکا میریم دیگه. شما هم نظر و ویدیو و خبرهایتان را به ما بفرستید به تلفنی که میبینید. واتساپ و وایبر و تلگرام و ایما داریم. تا برنامه دیگر خدا نگهدار.